سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. امروز اومدیم با پک و پیلینگ افسی موبایل. میبینید که 7500 تا سیم داریم. پک و پلینگ لایک و ساب یادتون نره. بریم به بخش استور ببینیم چه پک هایی اومده این هفته. این هفته از یوونتوسه، بوفون، ویلیان تورام، کاناوارو، دیماریا، اونانا، لوریس همین بازی کنم. ما امروز میخواهیم پک 7500 تایی رو بزنیم که همون بازیکنون رو داره. بریم که بزنیم با 7500 تا سیم. Let's go. اول بیاییم ببینیم پک های دیگری نیست. اینجا هم 7500 تایی هست ولی از 107 تا 115 هست. این پک رو چه بازیکنی داد میتونید بفروشیش، ولی ما اینو نمیزنیم. این سراغ اون یکی پک. بریم که بزنیم. یه دونه دومی، یه دونه اولی، یه دونه زدیم و بازیکن جدیدی. بریم که بزنیم. این که دریوریه. 74 69 69 67 65. اینو بازیکن داد که اوبرالشون پایینه و این پک مهمه. همینه. یا خدا بسم الله. یه دونه کاناوارو بوفون بده. بریم سراغ پک. سفید شد. ایتالیا بزن. انگلیس. البی. این کیه دیگه؟ 110. آخه 110 میدی؟ از 110 تا 113 خیلی بد. اینجا هم نیست کلا. بریم سراغ شارت ها ببینیم چقدر شارت داریم. این به بخش شارت 118 تا شارت داریم. اینم بدیم میشه 128 تا. شارت ها رو دیدیم. بریم سراغ ترکیب ببینیم میتونیم این بازیکن بذاریم تو ترکیب یا نه. میتونیم بذاریم به جای نونو مندس. اینجا بذاریم. اینجا نونو مندس هم میتونیم بفروشیم و این هم از شد ترکیب ما. اینجا 120 میشد. نه هنوز نونو مندس اینجا باشه و این هم از ترکیب ما. امیدوارم که پک و پلینگ امروز خوشتون اومده باشه. پک و پلینگ های دیگری لایک و ساب کنید تا پک و پلینگ های دیگری هم بگیریم و تا ویدیو های بعدی. خدا حافظ.